سلام و درود خدمت دوستان از گل گلاب این کانال. آقا چطورید اشکا؟ اومدیم با یه ویدیو دیگه از دوئل با یکی از دوستان که توی اینستا فعالیت میکنه. آیدیشم روی صفحه میاد الان و همین دیگه یه دوئلی زدم با این و دو تا دوئل زدیم البته، یه دونه اسنایپ و یه دونه رایفل رو اون برد و اسنایپ رو من بردم. گفتم گیم پلی اینم بذارم حال کنیم. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. بچه حسینم یه چند باری نتش پرید ولی خب نزدم، اون زمانایی که نتش پریده نزدم. Taking the lead. Taking the lead. UAV recon ready for deployment. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. ولی خب بخوایم انصاف طوری بگیم مولتیش زیاد خوب نبود حسین، ولی خب بتلش خداست. حسین انصافی بتل خوب بازی میکنه، بتل پلیره. حالا یه چند تا ویدیو هم اگه بشه ببینم با حسین بتونیم بریم بتل خیلی خوب میشه. Taking the lead. حسین دوباره اینجا یکم نتش پرید ولی خب بازم نزدم. انصافی نمیخواستم هم بزنم، یه دونه شانسی شد. الان بذارین جلوتر یه دونه هیپ زدم، انصافی خوبم زدم ولی شانسی شد.
Keep it up. فقط اونایی که میدونم من با HDR کار میکنم. انصافی HDR یکی از بهترین اسنایپاست، واقعا خداست. HDR و دیل و تندرا واقعا بهترینه. یکی مالا لوکاس هم بد نیست، ولی خب تندرا و دیل و HDR خدام انصافی. Taking the lead. خب آقا، امیدوارم از این دوئل جذاب لذت برده باشین. همین دیگه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیو دیگه، فعلا.